سوال دیگه است، چگونه خود را بهتر بسازیم؟ چگونه خود بهتر بسازیم؟ تا اینجا جاده سلامت فهمیدیم، شروع هم فهمیدیم، از کجا کنیم؟ بیاین که یک بعضی گپکو براتون دارم. اول یادتان باشه دوستای نازنین، یادگیری تحول ایجاد میکنه. تا یاد نگیری بچیم هیچ چیز جور نمیشه. اگر میخوایی که تو در مسیر سلامت باشی، یاد گرفته برو بچیم. هر روز یاد بگی چیز نو، هر روز. نمیگم تنها روز جمعه. توی تو فکر نکنی والا دیگه نمیم ما حداقل یک جمعه میم بریم دیگه خو کنیم. نه، هر روز باید بخونی. من که پیش روی تو هستم همیشه میفهمین دلم استراب چی داره، کارم میکنم. تو نیست که مثلا قرار در سینما پای سر پای باز احساس گناه بیاد چرا درس نخوندی. به خدا کار میکنم، اما باز احساس گناه دارم چرا کتاب نخوندم. پیش خود فکر میکنم بیا از این کارا کم کو. چی میکنی؟ مریض دیدن و کار کردن چی میکنی؟ یک لقمه نان پیدا میشه برو درس بخونی. این احساس پیشم است و هر روز میخونم، هر روز میخونم. امشب هم تا وقت شیشتیم کار کردیم، سلایدار برای جور کردیم، تنظیم کردیم. ایام تنها کار ساده نیست. من که کامپیوتر بلد نیست، من نوشته کردن در سلاید بسیار برای مشکل است. بنان عزیز دل من، یادگیری تحول ایجاد میکنه. آموزش سبب رشد و لیاقتت میشه. اگه میخوای لایق شی بچه در سن سالی هستی از امروز کتابا رو شروع کن. 20 عنوان کتاب خود ما جور کردیم. بازار کتاب پر است. خیلی ارزان هم است. یگان بیچاره لام مونده کتابای خدا. بگی بخون، بخون. روزانه برای آموزشت وقت بگذار. اگر میخوایی در ایجاده باشی، اگر میخوایی از پیشگامای از ایجاده باشی، اگر میخوایی دیگرها رو هم صدا کنی که بیا این مسیری طرف است، روزانه برش وقت بان. مثل هر کار دیگه برای یادگیریت وقت بان. بگین 1 ساعت 2 ساعت وقت مطالعه. بعد از نماز صبح میمونی دلت، بعد از نماز خفتن میمونی دلت، بین شام و دیگر میمونی دلت. خب مقصد وقت برای آموزشت بان. روزانه حتما یاد بگی عزیز دل من. یک گپ دیگه هم از یادت نره بچین. آموزش با استاد و کمک کننده را احترامش فراموش نکنی. کسی که تو رو یاد میده یک چیز احترامش کن. قدر استاد بفهمین. وطن ما که خراب و دربدر است، قدر استاد از بین رفته بچین. استادایتان دوست داشته باشین. برین کسایی که فارغ هستین یک دفعه مکتبتان برین، یک تشکری کنین معلمایتان که زنده است. استاد جان تشکر از برکت تو امروز فاکولتام خواندیم. یک تشکری کردن برین در مکتب در سر یک صنف 12 یا فایل استادشین بر از اونام از موفقیتتان بگوین. دیگه که میشنوم مثلا دکترای بسیار نامدار در افغانستان داریم، کلت خو از یک لیسه فارغ شدین عزیز دل من. برین در مول لیسه یک روز تا وقت بانین، 1 ساعت همین شاگردا را فایل کنه براتون، یک سخنرانی کنین بگین من مثلا امروز متخصص سرطان خون هستم و از این لیسه فارغ شده بودم، از زیر دستم این استادا کم قدر از استاد فن. کسی که در زندگی کمکتان کرد فراموش نکنین، قدرش بفهمین. استاد راهنما و الگوی خوب انتخاب کنین. این هم بسیار مهم است که وقتی استاد میگیری خوبترین استاد برات پیدا کن. کنم راه را برات خوبترینش کوتاه‌ترینش نشان بده. سر به خودم نمیشه آدم بره. قد این مرحله بی امرهی خزر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. یادت باشه که گمراه نشی. حافظ بزرگوار میگه راه تاریک است، یک خزر برات داشته باش. اطلاعات درست بیاموزین. این هم در دنیای امروز بسیار مهم است، چون سیلی از اطلاعات از گد و در چی است. خوب و خراب تفکیک کردن، سره و ناسره کردن، گپ خوب و اثبات تفکیک کردن بسیار مهم است. بنان کوشش کنین استادایی که به علمیتشان شما باور دارین، میفهمین از منابع خوب صحبت میکنن، به عقل جور میگه گپش، اونو اطلاعات براتون بگیرین. یادگیری را هیچ وقت توقف نکن. استاد چه وقت یادگیری را توقف بتم؟ بچم نمیگم کسب بنتون فارغ شدی، نمیگم ماستری گرفتی، نمیگم دکترا، تا لحظه مرگت یادگیری را فراموش نکو. از گهواره تا گور مطالعه کو، بشنو. عزیز دل مش پیشتر امراض صاحب چی گفت؟ میگه اگه از امروز روز 1 ساعت در یوتیوب شما سخنرانی ها را بشنوین، 1 سال بعد از اکثریت دوستایتان کده گفت، من میگم از کل دوستایتان کده شما دانشمندتر میباشین. روز 1 ساعت رو بدن شنیدن. میفهمین؟ به خدا یک چیز براتون بگویم. میفهمین؟ من دعا میکنم میگم خدا یک جان مرا یک چند سبا نگی، به خاطر من کل دکار تیر کردم، هیچ وقت من درس دل جمع نخواد. چی میگم خدا جان من که برج خلیفه رو بینم در ترکیه از چه عکا بخورم، به خدا ای گپا رو بگویم. این پیشری شما میگم اگه اینا رو گفتیم بگو خدا از زود گمش کن اگه منتظر از باشم. نه، به خدا میگم خدا یک 4 سبا عمر بده که چی کتابای خوب خریدیم نخوندیمش مانده، و چی دانشمندایی که آدم حواس بوسیدن دستش داره، سخنرانیاش فراوان در یوتیوب موجود است و وقت شنیدنش نیست. یک 4 سبا که ممی کار نباشه، روزگار نباشه، پشت کل چیز آدم علاوه و بشینه گوش کده بره.
تو روزی 1 ساعت چرا یوتیوب نمیری بهترین سخنرانا رو گپایش گوش نمیکنی؟ اول خو همین مرم که تو روز 1 ساعت بشنوی 1 سال خو برات برنامه دارم یک قسم اینار شده. دیگه سخنراناست که 10 چند ما خوب بر موضوعات میگه، برو بشنو. روز 1 ساعت نه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 1 ساعت خو حتما بشنو. مفت بچه مفت. 10 جلد کتاب خواندن، عمر خودم ماندن بر تو یک سخنرانی کرده، چرا نمیشنوی؟ خودت فامیلت عادت شو. باید این تلویزیونات زیادش حتی یوتیوب هم میگیره، این تلویزیونت بزن بیشه بشنو. چی بیهوده میشنوی؟ شنیدن یادگیری کار همیشگیت باشه، مطالعه کردن کار همیشگیت باشه، کار همیشگیت. اگه میخواهی در این مسیر باشی، اگه از پیشگامایش باشی، اگه نه دیگه اون انتخاب تو عزیز دل من. حرف خوبه استاد چند بار بشنویم یک سمیناره عزیز دل من، حرف خوبه هر چقدر بشنوی بهتر نتیجه میده. بعضیا مرا میگه استاد سمینار تک بشنوم 1 هفته خوب هستم، 1 هفته بعد بازم خرکمو درک. خب من خرک نباشی هر روز بشنو، هر روز بشنو عزیز دل من. تلفن تا روز چند بار چارج میکنی؟ اونم که با فکر چارج کردن تلفن هستی، با چارج کردن ذهنت باش. هر روز چرا نمیشنوی؟ 1 هفته خوب نگاهت میتونه، خب هر روز بشنو. تنها از مرنی از هر کس خوشت آمد بشنو، هر کس گپش در جانت چسبید راه نشان داد بشنو. سک یک گپ دیگه برات بگویم. یک گپ دیگه. یک دانشمند میگه اگه مرا تاور بتن که برو درخت‌ها را بزن و برای ما بگن که 1 ساعت وقت داری، میگه من 40 دقیقه تاور خودت تیز میکنم، 20 دقیقه درخت میزنم. چرا؟ که تاور کن وقت خود ضایع کردن است. تاور کن دم فایده نمیکنه، خسته میشی. تاورت تیز کن. تاور تو چی است عزیز من؟ تاور تو ذهنت است. یاد بگی. تاور تیز کردن تو چیست؟ سوان و اینا چی است؟ یادگیری است. هر چقدر خوب یاد گرفته بری اما برنده تر میشی. اریت خوب تیز کو، اریت. این ما بارها گفتیم، این قصه جالب است. تکرار است اما خیره، بعضیا تکرار احسن می باشه. در شعر یک چیزی را که تکرار بیارن رو تکرار احسن میگه. آن که شیران را کند رو با مزاج، احتیاج است 3 دفعه تکرار میکنه. من میگم شاعر کم آورده مثل دومه برو میگه که دختر همسایه را به گوشه بام آورد. بله اشقری صاحب میگه که دختر همسایه را به گوشه بام آورد، اشپلاق. اگر خواهی شوی خوشنویس بنویس. من شاگردای خود در کنکور اینا اگه میگم خواهی شوی خوش سوال بسوال. این حالی عزیز دل من گوش کن گپ از چی قرار است. میگه یک کسی تیر میشه که یک آدم که تحریک کن چوب داره، حریک کنده بچهای وطن میفهمه. هر که تیز باشه که تو میمونی از اول میره تا آخر پس میاد چوب برات میبره. هر که کند باشه دندانش کج کور میباشه، این 2 دندانه پیش میره پس میاد، پیش میره، این چوب بریده نمیتونه. این آدم میگه دینمی شله بود ترقایش سر کرده بود. یک کسی تیر شد گفت بچه چرا حریت تیز نمیکنی؟ گفت وقت ندارم. 4 ساعت خود خسته ساخته وقت نداره. اگر 10 دقیقه خود تیز میکرد وقت کار جمع شده بود، خلاص شده بود. بنان عزیز دل من اریت تیز کو، اری ذهنت آموزش ببین، کل چیز بخیر حل میشه. نگو وقت ندارم. مثل یک مثال بر شما. تو فکر کو از یه میری مزار، فکر کو تانک تیل مال تانکای تیل زیاد است، فکر کو تانک تیل دمی سر کوتل است. تو در سر کوتل تیل نمیندازی ولا وقت ندارم. میری که در پشت کوتل تیل خلاص کرده بیشه دیگه، حالا برو گیله نده دست بیار حالا پرتو. این با وقتش نیم. اینجا تیل زدن بسیار تو میتونه کمک کنه. چی میگه اونجا شانس گاز است چی است و یک چیز خوب تیل داره. اونجا تانکی تا پر کو که تا مزارم تا خاطر جمع بیری. این تیل ذهن تو چی است؟ یادگیری. امروز یادگیری ببین کل زندگی راحت میباشی. امروز یاد نگرفتی پسمان میباشی، میمانه از پیشت. سعی کنین یک دانشمند، یک سخنران، یک قانون داره به نام قانون 5 ضربه تبر. قانون 5 ضربه تبر چیه؟ سی آدم میگه فکر که یک درخت کلان است. یک درخت کلان است و تو فرض مثال وظیفه داری که درخت باید بزنی. یک تاور داری. میگه من یک قانون برات یاد میتم. میگه یک روز برو 5 تاور بزندم یک قسمتش. باز صبح برو 5 تاور، باز صبح 5 تاور. روزای اول که نتیجه نمیگیری ولی اگه می کار چند وقت متواتر انجام بدی بالاخره اینمی درخت کلانش چی میکنی؟ چپه میکنی. روز 5 ضربه. تو روز 5 ضربه چی است؟ روز 5 صفحه بخوان عزیز دل من.
زیادتر اگه ضربه میتونی چی خوب، روزی 50 صفحه بخوان، روز 500 صفحه بخوان، نظر به توانت. خود تو یک کاری را که دوامدار انجام بدی، بالاخره چی میکنه؟ نتیجه میده. بنان استمرار رو دوام داشته باشید. تو بیا نمی گپام بگویم، خیر ساعت اشاره میکنن، اما این مسیر دیگه نمیشه که آدم استاد بره. آیا تنها یادگیری کافی است استاد؟ ام یاد بگیریم کل چیز حل میشه؟ نه عزیزای دل من، عمل باید بکنیم. چیزی که یاد گرفتی رو عملی کن. تنها که شنیدی فایده نمیکنه. چیزایی که میگم برو عملیش کن. برو از امروز کتابخوانی رو شروع کن. برو ریت تست کن. با دقت بشنو. شنیدن بسیار مهم است. گفت دیگه بزرگ آدم مورد شنیدن شنونده خوب باش، ولی عملی هم کو. تا اینجا که توقف کنی موضوع حل نمیشه. عمل باید بکنی. قانون ها رو بیاموز و اجرا کن. بیاموز اجرا کن. بیاموز اجرا کن. فایده نمیکنه در غیر. وقتی اینجا از ادب پدر مادر گفتم میشه خانم امروز میری با ادب، پدر جان سلام، مادر جان سلام، چی کنم، چی امر است، چی خدمت است، اجازه است کنم، از امروز تمرینش کن. تمرین بیشتر نتیجه بهتر یادت باشد. تمرین بیشتر نتیجه بهتر. قانون است. قانون است. قطره قطره دریا می شود. کوششای روزانه بالاخره به خیر برد نتیجه میده. عزیز دل من امروز نمیخوایم تو رهبر شوی، امروز نمیشی، ولی 10 سال بعد تو را من 100% باور دارم تو رهبر هستی. چرا؟ به خاطر نتیجه گرفتیم. من مثلا 20 سال پیش کنکور درس میدادم، دمی هر دفتر که میرم 5 نفر 6 نفر از جای خود استادم بودی در فلان سال پیشی جای میمانن، کل کار مرا خلاص میکنه. اگه باورتان نشه لاف فکر نکنین. من خود 100,000 شاگرد درس دادیم، ما بچه اونا کلش از وطن نرفته هستیم اینجا. باور دارم خارجان برام یک تعداد پیدا میشن. دمی هر دفتر شما هیچ فقط یک دفتر نام بگیرید. اینجا مثلا ناحیه سیست نه؟ علم ناحیه کتما برین 10 نفر از جای خود میخیزه. قد قامتشون اون خدا از مکده والا حسن فلان سال شاگردت بودم. ده پوانتونا میرم. بنان این دیدیم کنه 20 سال حال نتیجه داده. تو 10 سال بعد بخیر. 10 سال بعد بیایم که در کل چوکی شما هستین. تصمیم گیرنده کشور شما هستین. عزیزای دل من، اونایی که با پولای حرام و باد آورده اولاد خود کلان کرده، بچه مو با پول حرام به خدا گو بتانه، اون نمیتونه وطن داری کرده. قسم برات میخورم او دیگه گپ یاد نداره، او نداشته، وقتش نداشته، او کل در غرق عیاشی بوده. این وطن مال توست، تو اولاد از این وطن هستی، تو دلسوز از این وطن هستی و تو رهبر از این وطن هستی. من نمیگم امروز سمینار من تو صبح رهبر جور میشی، نه، همین مسیر ادامه بدید. 10 سال 20 سال بعد شما کلتون رهبرای از این کشور هستین، متخصصای از این کشور هستین. تصمیمای خوب بگیرین در زندگیتان. تصمیم خوبی نمی سمینار آمدن از درس خواندن از تلاش از متحد باشین عزیزای دل من، با وطن، با دین، با اخلاق، با درس، با چیزی که یاد میگیرین. حرکت کو و مسیر تا آخر ادامه بدین. نیمه نمان، تا آخر پیش ببر. اهل عمل باشید. تنها به گپ زدن فایده نمیکنه. در کارتان ماهر شوین. چطور آدم ماهر میشه؟ که زیاد تمرین کنه. اینچه که به سخنرانی می تمرین کرده میری، بعد از 5 سخنرانی میبینیم نامخدا چه خوب صحبت میکنی، روز اول میلرزیدی، جور میشی. علم، عمل، تمرین، مهارت. علم یاد بگی، عمل کو، تمرینش کو، ماهر شده میری. و مثبت اندیش باش و شکر خدا را ادا کن. شکر خدا یک فرصت دادی روز جمعه با هم صحبت کردیم. باورهای خود اصلاح کن. در ایستگاه دیگه روز دیگه بخیر تا ایستگاه را که رسیدی با سر اصلاح باورها پیش میبریم. این باز بحث داریم. سر اصلاح باورها باز بحث داریم. بخوانی و بشنوی یاد میگیری. که بخوانی و بشنوی یاد میگیری و عملی کنی موفق میشی. تنها تا اینجا موفق نمیشی عزیز دل من. با چیزایی که خواندی و یاد گرفتی عمل کنی، اون وقت تو چی میشی؟ موفق میشی. بنان اهل عمل باشین. سعدی ها گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. اهل عمل باشی کار میشه. برین تشکر بکنید. ما و شما نشانی داریم دوستتان دارم از آخر سمینارم. خب به خاطر سعدی و رقم گفتم. ما عزیزای دل من نگوین بس است. میفهم شما نمیگین. شما خب میخواین 50 روپیتان فایده کنین. نه پیش خود میاد سنجش که 49 روپیه شده. 1 روپیه دیگر هم استاد گپ زده. تو خود اوستی. خب ما یک دیگه تو یک چی دارم، یک ارث دارم که تو به مسیر زودتر برد. مسیر آخرایش بگی چی گپ است. چگونه عمل کنیم استاد؟ چگونه عمل کنیم؟ همه تو استاد میشنیم غم خوردم نیم او چقدر کار است آدم نماد بکشه توری. خوش خندان و شوق عمل. سمینار میریم جان سمینار.
حتی زنگ زن استاد نیست دیسم جمعه سمینار چطور تا ولیلان سمینار ننداختیم؟ ما بگیم نه خیر استاد جان سمینار بگی دق میشیم با مستی بیایی سمینار. اگه در راه سمینار تو می گردنت بسته نبی با سمینار که برم توری نبی نماز ها میره قمی نری باز نماز جمعه شد گرب زدگی چی میگه نماز جمعه حمام کو ادرکت هم بزن کالای لکس تام بپوش اینه تو برو. چی رو عمل کنیم؟ با شادی و آرامی خوش عمل کن عزیز دل من، شوق با خوشی عمل کن. گوش کن، توکل داشته باش، چرا توکل مسیر آسان میسازه. این اول این گپت یادت باشه، با توکل عمل کن، با توکل خو نکن، با توکل عمل کن. از مسیر لذت ببر، از هر جایزی لذت ببر. شکر خدا در مسیر سلامت هستم، لذت ببر از هر لحظهش، از لحظات سمینار، از لحظات کتاب خواندن، از لحظات عبادتت مسجد میری شوق لبریز لذت ببری. ساعتی که موج زانو زدی ملا مثلا وعظ و نصیحت داره، تو هم تحلیل و تجزیه از ذهنت میکنی، لذت ببر عزیز دل من. از نعمتهای الهی استفاده کن این مسیر. میوه بخو، غذایت بخو، خدا خوب نگاه کن عزیز دل من. اکسیژنکای صبح وقت نماز تنفس کن، هنوز نگاه کل خو برده است تو بخی اکسیژنای پاک پاک لذت ببر. رهبر خود باش، رهبر زندگیت باش عزیز دل من. 20 سال بعد 10 سال بعد چی میکنیم؟ رهبریت همیالی تو رهبر خود هستی. من خوشم میاد، خوبترین رهبری خوب است. رهبر خود و زندگیت باش، نه قربانی شرایط. زر نزن مثل گوسفند ولی مرا علف نمیتنی. چی رقم شرایط است؟ یک آخر هم بر آدم جور نمیکنن، آدم تا 1000 هم نمیبرن. گوسفندگری ها ریلابتی از دل من. بگو ما به خیری وطن میسازم. کلانا بگو نتانه زورشان نرسید، یک تعدادش فریب همسایه را خورد، یک فریب اجنبی را خورد، ما بگو کلش درس گرفتیم جور میکنیم این وطنه. گوسفند واری نباش عزیز دل من. برو امیرم جواب میدیم یک کمک دیگه هم بدویم در این مسیر، هنوز شما داریم. خوشم میاد خدا. آیا استاد تنها درس کار همین پیامت است؟ همین پیامت است از درس کار؟ نه بچه نه خیر، که گفته درس کار؟ تفریح هم کن. ببین یک ساعت تلویزیونتون ببین، یک ساعت کرکت هم کن. تو نگفتیم تنها درس نخون، ورزشت هم کن. چی کن؟ زندگی متعادل داشته باش عزیز دل من. به تمام جنبه‌های زندگی رسیدگی کن، نه تنها درس. نظافت تا پاک نگو، نه که درس خودت بوی گرفتم یا پلتیش توپ گشته اینطوری نباش. پاکک سترکک به نظافت هم برس، خودم قندول نگاه کن درس تام بخون. مسیر پاکیز دیگه. دنبال دانش هم باش، دنبال ثروت هم باش. یک پول هم به دست بیار. نگفتیم برو قرار خواهو کن، درس بخوان، پول هم به دست بیار، پول حلال بیار، چاش بر فامیلک میمانی بده. بری کار کن. مادر جان میمانم هستیم، ببر مادر یک پیزا بده که بگو بچه به خدا چی پیزای مزه داره، دست پیسی ماش تو مزه میده و خدا که میخوره. صحتت روابطت خوب نگاه کن بچه. بعد از نماز جمعه برو خانه یک قوم خیش، برو اول کاکا ما رو بگه، برو دوستایت ببین. بنان اینم داشت روحی مثبت و عالی داشته باشی، هم بسیار مهم است. گپ میذاریم دستگاه بعدی هم سرش. آدمی که در این مسیر از درون پر اهداف است، دل شکسته نیست، غم درون نیست، شاد است. هر یک آدمی چون خیزق میذاری از درون یک انرژی مجبور میکنه. چه کدام میبینی داول سمینار ما کم میگیرم استاد میشم خط کج واره میگم این سمینار دیگه از جام شور نمیخوره، از درون انرژی میاد. نمیشه چطور کنه؟ انرژی است عزیز دل من. رسالت خود در زندگی دریافت کنین. کی هستم؟ چرا آمدیم؟ چه باید بکنیم؟ ما گوسفند هستم آمدیم که خوب خورده برو علف دنبالدار؟ نه عزیز دل من. تو انسان هستی، آمدی یک ماموریت داری، زمین بهتر بسازی، یک خدمت کنی. هر روز رشد کن، هر روز رشد کن. خیالات و تصویرسازی مثبت هم داشته باش. یگان ساعت در ذهنت هم باش. هر خیالات مثبت کن. خیالات غمداری نکاک در سر ما چطور شد، چه خواهد شد تو بترسی از آینده. نه، تصور کن مسیر کسکلی که تو به خدا نزدیکتر شدی. خیالات خوب کن، موتر لکس تام در نظر بگی، خانه تام، تحصیلات تام، حتی بگی در ذهنت یگان تمثیل رهبری گری که فرض تو مثال وزیر معارف باش، چه کارا میکنی؟ یگان دفعه در ذهن خود میگم تو من وزیر معارف باش، این کار میکنم. حتی در ذهنت یگان صد خیر یکم خیالام داشته باشی، هدف است دیگه. متوجه شدین؟ حتی یک وقت بگیم فرض مثال این صلاحیت کشور بر تو دادن، چی میکنی؟ والا میخوایم فقر از بین برم، نظم جور باشه. بخو این چیزا رو در ذهنت فکر تولید میکنه. سحرخیز باش عزیز دل من، سحرخیز باش، زحمتکش باش، فعال باش. از کلی کده کشک وقت بیدار شوی.
از دیگاه که زیادتر زحمت بکشی، از دیگاه که زیادتر فعال باشی. مراقب باش، خود بررسی کو. تو یا ات بیخبر و مرکت نباش، ما در مسیر سلامت هستیم، رفتار مرغوی مانند اینطوری نباشی، اینطوری نگردی. همین خواهی مانند رفتار داشته باشی که تاثیر و عذاب. مراقب خود باش، خود اصلاح کرده برو. کجا اشتباه کردم، کجا مثلا این روز درس مثلا نخواندم، اینا رو اصلاح کرده برو. اشتباه تا اصلاح کو. گرم عطار چی میگه؟ عطار اوف اقم خوش می بزرگای ما را چطور از نصاب درسی ما دور هستن. وزیر معارف باشم، سعدی، حافظ، مولانا خب بیخی جبری در نصاب تحمیلی نفهمی فارغ مکتب نمیشه. پیش من دعا که وزیر معارف نشم. فراغت بچه‌شم نمیبینی عزیز دل من، فراغت بچه‌شم نمیبینی. کاش که مرا درس میدن سعی که غزلا رو خوب خوندن نمیتونم، نکردم مکتب سر ما کار نکردم. ولی ما میامد شعر میخوان، این شعر مثلا میخوان گر مرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون رو. ترجمه استاد ترجمهش گر مرد رهی، دیدین خودش ماناست، میان خون باید رفت، میان خون در بین خون باید رفت. خلاص این ترجمهش بود. ملامت نبود، خیرم دوستش دارم، با او هم کسی یاد نداده بود. حتی ما خواندن یاد نرفتیم. گر مرد رهی میان خون باید رفت و از پای فتاده سرنگون باید رفت. از ماتر لوتر کنگ هم یک جمله است، نه میگه اول بدو، اول میگه پرواز کو، اگه پرواز نمیتونی بدو. او همون آدمای بزرگ کلش جاده را بلد هستن. اول میگه در جاده پرواز کو، پیاده نرو، پرواز کو. اگه نمیتونی خوب بدو، اگه نمیتونی تیز را برو، نمیتونی خیر پایدر دستی را برو، نمیشه سینه خیز را برو، هر چی میکنی پیش برو. و از پای فتاده سرنگون باید رفت. از یار یک اشاره و از ما به سر دویدن. تو پای بره در نه و از ایچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. تو یه دفعه شروع کن با خدا، خود رام برات میگه بیا امیر راست. بسیار مردم ها پیدا میشه تو راه رو باز نشان داده میره. عطار بزرگواری گفته بود.